Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. علیکم السلام و رحمت الله. Домло, аз шумо саволе оид аз хобҳо дорам. Домло, ман ҳамин баъзе вақтҳо хоб меравам. Ҳамин хобам ба як анхе пиразан медарояд. Да, ҳамин пиразан дасташ ба як табар дорад. Ҳамин мисол хоб меравам. Ама дар ҳамон хобам медарояду ба ман ҳар хел фармонҳо медиҳад. Да? Мегӯяд агар ҳамон фармонҳоро иҷро накунӣ, туро мекушам. Туро мекушам мегӯяду баъд ба ҳамон табараш ба тарафи ман ҳамла мекунад. Баъд ман ҳамон вақт мехезам ва мебинам ки оби дидам рехта истодааст. Ҳамин аз сабаби чӣ бошад, Домло? اصلا مسئله علم تعبیر خواب علم علاهیده هست. یعنی این از کتاب ها دیده و جواب دادن است و این در من نمیخواهم کشایم، برای آنکه بعضی برادرها بسیار به خواب اعتقاد دارم. بسیار سوال هایم هر روز این خیلی سوال ها میبود که فلان چیز را خواب دیدم، خواب میبینم، چی هست. یک قاعده کلی هست. حالی در شرح صحیح بخاری در باب تعبیر رؤیا هست. یعنی در کتاب صحیح بخاری کتاب تعبیر رؤیا هست، کتاب تعبیر خواب. و در قرآن کریم الله تعالی برای ما آیه علم تعبیر خواب که یکی از پیغمبرهاش به این علم مشرف شده بودن، حضرت یوسف علیه السلام، و این چنین خوابی حضرت ابراهیم علیه السلام و خواب حضرت اسماعیل علیه السلام در قرآن ذکر شده است و غیره. یعنی علم تعبیر خواب این علم شرعی هست واقعا و این علم شریف هست. لیکن از این دیده دیگر علم ها احتیاج مردم بر آن زیاد است، بنابراین ما نمیخواهیم این در کشایم. لیکن به هر حال بعضی قاعده های کلی در شرح صحیح بخاری یا در تفسیر قرآن انشاءالله ذکر میکنیم. به هر حال اگر خواب نیک باشد فقط برای کسی میگوید که دوست میدارید. چون حضرت یعقوب علیه السلام وقتی که فرزندشان یوسف خواب دید و خوابش که نیک بود، انی رأیت 11 کوکبا و الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ای پدر جانم، من خواب دیدم که آفتاب و ماهتاب و 11 ستارگان به من سجده میکردند. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. گفته ای بچم، ای فرزندم، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خوابت را برای برادرانت نقل نکن. ببینید، حتی برای برادرانت نقل نکن. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. کی برای تو یگان کید و یگان دشمنی میکنند. این شیطان للانسان عدو مبین. شیطان برای انسان دشمنی آشکاراست. یعنی نگفتن برادرات آدمی بد است، نگفتن شیطان دشمنی آدم است. چون شیطان وسوسه میکند که این برادر در بالای شما حکمران شدنی است. چون اونها 11 برادر داشتن، پدر و مادرشان آفتاب و ماهتاب است. اونها تعبیر خواب میفهمیدند، میدانستند که گفت که آخه 11 ستاره آفتاب و ماهتاب به من سجده میکنند. بنابراین بعد 40 سال این خوابشان به اجرا در آمد. بعضی خوابها سر و سیمه نشود، نتیجهش ممکن در آخرت میشد، ممکن در این دنیا میشد. بعد 40 سال حضرت یوسف وقتی که پادشاهی مصر شدند و پدر و مادرشان و 11 برادرانشان آمدند و حضرت در بالای عرش پادشاهی تحت پادشاهی بودند و آنها سری تعظیم آوردند، سانی گفتند که یا ابتی هذا تعبیر رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. ای پدر جانم، این همون تعبیری خوابی که دیده بودم ایام کودکیم، پروردگار من امروز خوابی منو تحقیق کرد، خواب مرا جامعه عمل پوشانید. یعنی 11 ستارگان و آفتاب و ماهتاب در پیششان سری تعظیم آورد. بنابراین نگو به برادرانت نگو. چی جای بیگانه ها؟
بنابراین خوابی نیک باشد فقط با آدمی دوست داشتهتان، اون دوست داشتهتان به یک آدمی که برای شما حسد نمی کند. خیلی که یعقوب علیه السلام به یوسف به فرزندش حسد نمی کند، پدر به فرزندش حسد نمی کند. این چونین نزدیکترین آدم یکی حسد نمی کند به اون گفته می شد. حسد هست، اما اگر خواب بد باشد به یگان کس گفته نمی شد. فقط اعوذ بالله من شر ما رأیت، من به الله تعالی پناه می طلبم از بدین خوابی که دیدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه می طلبم از وسوسه. چون که برای چی از شیطان الرجیم پناه می طلبیم وقتی که خوابی بد می بینیم؟ برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شیطان اگر آدم گمراه کرده نتواند خوابای بد براش سبب میشد که بیند تا اینکه او را غمگین کند. همین آدم غمگین شود هم شیطان خرسند میشه، چون که به دشمن است و نمیخواد خرسندی شما را. اگر به گناه برده نتواند غمگین میکند به واسطه خوابهای بد. بنابراین از شیطان رجیم پناه طلب کند، به الله تعالی از بدی خوابش پناه طلب کند که همین خوابش به او ضرر نرساند. و اگر مثلا به طرفی راستش خواب کرده باشد به طرفی چپ خواب رود و ممکن است که به طرفی چپش 3 مرتبه تف کند و با همین پروا نکند. فایده رساننده الله هست، ضرر رساننده الله هست. بدون اجازت الله تعالی اگر تمام دنیا برای شما ضرر رسانیدن خواهد، الله اگر نخواهد کسی به شما ضرر رسانیده نمیتواند. نام اینه توکل میکنید. توکل به الله میکنید، چون که شما سبب گرفتید دستوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجرا کردید، دیگه توکل به الله تعالی. سبب گرفتید توکل به الله تعالی میکنید. الاعتماد علی الله مع اخذ الاسباب، همراهی گرفتن سبب ها، تکیه کردن به الله تعالی در جلب فایده و دفع ضرر، نام همین توکل است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به الله تعالی توکل کند الله تعالی به او کفایه کننده است. این جواب عام برای تمام خوابها هست. خوابهای خوب هم در بر میگیرد، خوابهای نیک هم. اگر اگه خواب بسیار دهشت آور و ضرور باشد ممکن در علاهیدگی بعد جواب